خب به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه دانشجویان عزیز. امیدوارم که سال بسیار خوبی رو تا به اینجا پشت سر گذاشته باشید و آرزوی سلامتی برای همتون دارم. خب همطور که همتون میدونید با توجه به مشکلاتی که پیش اومد، ما 2 هفته از این ترم رو با هم کلاس داشتیم و بعد به دلیل در حقیقت شیوع این بیماری مجبور شدیم کلاس ها رو تعطیل کنیم. با توجه به خواست دانشگاه در برگزاری کلاس ها به صورت آفلاین، من تصمیم گرفتم که تا زمان پایان تعطیلات، یعنی 15 در حقیقت فروردین ماه، برنامه آموزشی شما رو برسونم به اون جایی که برنامه معمول هست و شما مطمئن باشید اگر که با من در حقیقت برنامه رو دنبال بکنید، ما میتونیم تا در حقیقت پایان طبیعی ترم این درس رو تمام بکنیم با کیفیت مناسبش، بدون که خللی در برنامه آموزش شما وارد بشه. باز من تاکید میکنم یکی از آپشن ها همیشه حذف این ترم هست، ولی اون که واقعا این وسط ضرر میکنه شما هستید، چون یه ترم رو در حقیقت از دست میدید 6 ماه، بعد برنامهتون به جا 4 سال 4 سال و نیم میشه، بعد برنامه یه در حقیقت کنکور فوق لیسانستون به هم میرزه. دوستان که برنامه ریزی بر ادامه کار، ادامه تحصیل اینا کردن، اینا همه دچار مشکل میشن. من ازتون خواهش میکنم که این در حقیقت آموزش های آفلاین رو جدی بگیرید. من سعی میکنم بعد عید حتما کلاس های رفع اشکال آنلاین هم داشته باشیم، ولی کن دنبال کردن برنامه و جدیت شما به هر حال خیلی کمک میکنه تا ما بتونیم این برنامه رو به موقع تموم بکنیم و شما این وسط ضرری انشالله نکنید. این جلسه در حقیقت که تموم بشه، من دیگه از بعد از تعطیلات عید که 15 فروردین هست، چه کلاس ها تشکیل بشه، باز بشه یا نشه، شروع میکنم هر هفته سر ساعت های مقرری که قبلا با هم کلاس داشتیم، یعنی همون یک شنبه ها، فایل درس رو براتون آپلود بکنم و در حقیقت امیدوارم که بتونیم به موقع درس رو با هم تموم بکنیم. من کامera رو خاموش میکنم که راحت تر باشیم. ادامه درسمون به این صورت هست که در مورد در حقیقت اصل اول نیوتن، یا بگیم مدل نیوتن بر حجم‌های کنترل داشتیم صحبت میکردیم. این مثال مجددا حل میکنیم. مثالمون به این صورتی که یه تونل باد داریم که به شکل استوانه هست. خب قطرش رو بهمون دادن. اجازه بدید ببینم چیزایی که داریم چی هستن. قطرش رو بهمون دادن 1 متره. پس این در حقیقت طول 1 متر هست. استوانه‌ای در حقیقت یا یه جسم گرد کوچیکی، همونطور که تو شکل میبینید اینجا در این وسط مرکز تونل قرار دادیم. ورودی به تونل، جریان هوا رو گفته میتونید یه نواخت در نظر بگیرید. سرعت جریان هوا برابره با 10 متر بر ثانیه هست و فشار برابر 20 میلیمتر آب. در خروج فشار رو گفته میتونید بگیرید P2 برابره با 10 میلیمتر آب. 10 میلیمتر افت فشار داریم و پروفیل سرعت رو به صورت خطی میتونید فرض بکنید، یعنی سرعت رو از 0 در مرکز تا وی مکس در حقیقت روی سطح گوشت در حقیقت تونل میتونید در نظر بگیرید. این با فیزیک مسئله سازگار نیست، ولی مسئله گفته که این فرض رو بیاید انجام. چرا میگم سازگار نیست؟ چون سرعت باید روی دیوار صفر باشه که حالا این برعکس در حقیقت میگه میتونه لغزش وجود داشته باشه. از لایه مرزی کاملا صرف نظر کرد. پس یو رو اگه به صورت خطی در نظر گیرید میشه وی مکس در حقیقت در آر آر. این پروفیل خطی رو براتون ارضا میکنه. اما خواسته این مسئله چیه؟ خواسته این مسئله الف شدت جریان جرمی در حقیقت در این تونل چقدر.
به وی مکس چقدره و جیم نیروی درگ وارد بر جسم چقدره. نیروی درگ یعنی نیروی پس‌زن، نیروی که در جهت محور X در حقیقت به این جسممون داره میشه. نیروی درگ وارد بر جسم چقدر است؟ خب ما طبق معمول برمیش بالا که اذیتمون نکنه. طبق معمول اولین کاری که میکنیم محورهای مختصات رو انتخاب میکنیم. محورهای مختصات مثل همیشه محور X تو محور لوله باشه، این هم در حقیقت حالا در جهت R در نظرش میگیریم. خب این محورهای مختصات XR هست که R فاصله شعاعی از محور لوله هست و X فاصله طولیمون هست. معادلات یه حجم کنترل مناسب انتخاب میکنیم. حجم کنترل هم رو باز من به همین صورت قسمت داخلی من بین مقطع 1 و 2 داخل تونل رو میگیرم. کنترل ولی سطحش هم که داریم میبینیم. معادلات اساسی رو مینویسیم. پس تغییر جرم در داخل حجم کنترل با زمان به علاوه شار جرمی از روی سطح کنترل خالصش به بیرون باید برابر با 0 باشه. نیروی جهت X وارد به این حجم کنترل در روی سطح به علاوه نیروی در جهت X حجمی وارد به داخل حجم کنترل باید برابر تغییر مومنتوم در داخل حجم کنترل با زمان به علاوه شار مومنتوم در جهت X از روی سطح این کنترل باشه. حجم کنترل باشه. خب مفروضات جریان در حقیقت دائمی هست. دومیش تراکم ناپذیره. ببین جریان هواست، ولی چرا تراکم ناپذیر میگیریم؟ سرعتمون 10 متر بر ثانیه است. مقایسش با سرعت صوت بکنیم عدد ماهمون خیلی پایینه. جریان میتونه تراکم ناپذیر باشه، یعنی اثر فشار بر دانسیته خیلی ناچیزه. دانسیته میتونیم ثابت در نظر بگیریم. دانسیته هوا 1.23 کیلوگرم بر متر مکعب است. دانسیته هوا است. خب پس فرض جریان دائمی به ما میگه که این جمله رو نداریم، این جمله رو هم نداریم. پس معادلاتمون در حقیقت این دو قسمت رو نداره. حالا دونه دونه میایم با استفاده از این مفروضات. اول شدت جریان جرمی داخل تونل رو در حقیقت از ما خواسته. میایم میگیم که حالت دائمون شد انتگرال کنترل سرفیس رو وی دی آ باید برابر با 0 باشه. خب پس روی امداتمون شدت جریان جرمی رو میتونیم سطح 1 حساب کنیم. میشه منهای انتگرال رو وی دی آ روی سطح آ1. چرا منها میذاریم؟ چون ورود جرم داریم، هر حال امداتمون میخوایم مثبت در بیاد شار جرمیمون، منها میذاریم که اون مقدارش میشه مسلما رو وی 1 در آ1. خب رو وی 1 آ1 هم که هست پی دی 2 چهارم که قطر رو هم داریم. خب اگر که این رو جایگزین بکنید این مقدارش با اعداد داده شده V1 رو همینطور که داشتیم 10 متر بر ثانیه، رو هم 1.23 در نظر بگیرید، دی هم 1 متر در نظر بگیرید. این عددی که در میاد 9.67 کیلوگرم بر ثانیه است. خب این شارژه. قسمت دو مسئله قسمت الف مسئله قسمت ب مسئله رو این طرف می نویسم. ازمون خواسته بود که وی مکس رو حساب بکنیم که چقدر. خب از معادله جرمی من دارم انتگرال آ1 رو وی دی آ علاوه انتگرال رو سطح آ2 رو وی دی آ باید برابر با 0 بشه.
خب من دیگه رو سطح دو چون پروفیل دارم شرط یک نواخت بودن سرعت رو نمیتونم بکنم، باید بیام چیکار کنم؟ ما انتگرال رو حساب کنم. رو سطح آ یک مشکلی ندارم. رو سطح آ یک این مقدارش میشه منفی رو آ یک وی یک، همونطور که دیدیم قبلا. منفیش هم به خاطر که ورود جلد. رو سطح در حقیقت دو دی آر رو اگر که بخوایم بکشیم، سطح مقطع رو نگاه کنید دایره شکله. من اگر که یک دی آی در فاصله در حقیقت آر بخوام بکشم، دی آی من مقدارش هست دو پی آر دی آر. جهتش کدوم جهت هست؟ در جهت محور ایکس هاست، پس در جهت آی هست. بنابراین انتگرال روی سطح آ2 اولا چون یو با آی هم جهت هست مقدارش مثبت هست و میشه رو یو در حقیقت یو دو، حالا اسمش بذاریم دو پی آر دی آر و محدوده یه انتگرال گیریمون میشه از صفر تا دی دوم. آره بزرگ که دی دوم هست. و این باید برابر با صفر باشه. اما مسئله به ما گفته بود که یو رو میتونید بگیرید هست وی ماکس آر آرون به صورت خطی گفته بود، پس میتونید جایگزین بکنیم دیگه. پس ما داریم منفی رو آ یک وی یک به علاوه اونا که ثابته رو میاریم بیرون دو پی در حقیقت رو وی مکس تقسیم بر آر بزرگ. خب همون دی دوم ما هست. حالا انتگراله از صفر تا آر بزرگ آر دو دی آر رو داریم. این باید مساویه با صفر باشه. خب انتگرال رو اگر که در حقیقت بگیریم وی مکسیم حساب بکنیم، انتگرال رو بگیریم، این انتگرال برابر میشه با آر سه سوم. خب وقتی که بگیریمش که در اون کمیت ها که ضرب بکنیم یا آرش هم با آر مخرج حساب کنیم، وی مکسیمون نهایتا در حقیقت این هم که برابر با چی شد؟ برابر با امداد شد. قبلا حساب کرده بودیم. این در میاد مقدارش برابر با 3 امداد. اگر که انتگرال بگیریم به جای اونم امداد بذاریم میشه 3 امداد تقسیم بر دو پی رو تقسیم بر آر دو که خب عدد اگر جایگزین بکنید این مقدارش 15 متر بر ثانیه در میاد. دقت کنید امداد رو که مقدارش رو اینجا داشتیم جایگزین بکنید. آرم که نصف دی بود که نیم متر در حقیقت برام. خب این قسمت دوم. اما قسمت جیم نیرو رو خواسته. معادلمون پس اگر سادش کنیم نیروهای سطحی جهت x نیروهای حجمی جهت x باید برابر باشه با شار مومنتوم از روی سطح کنترل در جهت x. قرار شد محورارم این x باشه، این جهت r باشه. خب نیروهای سطحی که به حجم کنترل داره اثر میکنه در جهت x x برگردیم تو اسلاید قبل. اگر که برگردیم به اسلاید قبل نیروها رو ببینیم چه نیروهایی هست. یکی نیروهای فشاری رو سطح یک و دوه، یعنی رو این سطح و رو این سطح. بنابراین من میتونم بگم Fsx هست اختلاف فشار P1 منهای P2 در روی سطحش که آ1 و آ2 با هم برابرن فرق نمیکنه، پس در PD2 4 این نیرویی که به دلیل اختلاف فشار در مقطع یک و دو ایجاد میشه. دیگه چه نیرویی داریم؟ دقت کنید حجم کنترلمون پایه در حقیقت جسم رو بریده. نیرویی که حجم کنترل در حقیقت یعنی پایه به حجم کنترل وارد میکنه رو اسمش میذاریم تکیهگاه به حجم کنترل وارد میکنه اسمش میذاریم آر ایکس. پس به علاوه آر ایکس، پس آر ایکس نیرویی که تکیهگاه داره وارد میکنه که همون نیروی درگ ما هم در حقیقت هست. ببخشید چون تکیهگاه به حجم کنترل داره وارد میکنه عکس این نیرو در حقیقت نیروی درگ میشه. خب این را اگر که نیروی حجمی جهت x هم که مطمئنا نداریم
این دو تا رو اگر ببریم و جایگزین بکنیم، پس نیروهای سطحی به علاوه نیروهای حجمی مجموعشون شد P1 منهای P2 در PD2 چهارم به علاوه RX. خب حالا شعار مومنتوم رو حساب بکنیم. شعار مومنتوم انتگرال کنترل سرفیس یو رو وی دی ها مجددا دو بخش داره. انتگرال رو سطح A1 یو رو وی دی ها که چون جریان یک نواخته راحت حساب میشه، ولی روی سطح خروجی A2 من پروفیل سرعت دارم، بنابراین اینو باید حساب کنم. خب پس شعار مومنتوم از روی سطح کنترل سطح A1 اولا مقدارش منفیه، در حقیقت U1 رو اندازه V1 در A1 که حالا جاش مقدار میذاریم. برای رو سطح A2 باید انتگرال رو شد بگیرید. یومون که برابر با چی بود؟ یومون U2 برابر با در حقیقت V max R اون بود. رو وی دی آ مجددا میشه U که میشه V max R دوباره دی آ 2P R دی آر. حدود انتگرال گیری مجددا 0 تا R است. خب جمع و جورش اگر بگیرم این مساوی میشه با ترم اول U1 با V1 برابر بود، بنابراین میشه منفی رو V1 به قوه 2 در A1 که میشه PD2 چهارم. خب و ترم دوم من باید انتگرالش بگیرم دیگه، چاره ای ندارم. میشه انتگرال وی مکس که حسابش کردم مقدار چنده، به قوه 2 ثابتاشو بذاریم اینجا رو. درسته؟ یه R2 تو مخرج، یه 2P در حقیقت رو هم دارم. اینا ثابت هاست. اون چیزی که باید ازش انتگرال بگیرم R3 دی آر دیگه هم 1 2 3 بله R3 دی آر است. خب مجددا انتگرال گیری که بکنید، جمله اول میشه منفی V1 در ام دات، عددش حساب کردم دیگه جاش میذارم ولی میتونید شما نگذارید همون به شکل بالا بگذارید. به علاوه اون ثابت رو بیاریم بیرون، انتگرال گیری رو انجام بدیم. ثابت همون چیا هستن؟ 2P رو دیگه چی داریم؟ 2P رو در حقیقت رو پس اینجا دوبار نوشتم، یک پاک کنم. وی مکس به قوه 2 درسته تقسیم بر R2. اون انتگرال R3 میشه R به قوه 4 4 وقتی از 0 تا R انتگرال بگیریم، حد پایینه که نداره، پس مقدارش این خواهد شد. خب تو معادله پس الان اگر قرار بدیم، یعنی P1 منفی P2 در PD2 چهارم به علاوه RX نیروی حجمی 0، ترم زمانیمون 0 هست، منفی V1 امداد به علاوه این کمیت که داریم که خب میتونیم ساده ترش هم بکنیم، اون 4 رو با 2 ساده ترش بکنیم. این میشه P رو V max به قوه 2 R2 یا R2 با صورت بزنیم و 2 هم تو مخرج. خب جایگزین بکنیم اون اعدادی رو که داریم، همه رو داریم. RX مون نهایتا در میاد منفی 650 نیوتن که خب دیمون عکس این هست، میشه منفی RX نیروی درگمون که همون 650 نیوتن در جهت محور X ما در حقیقت نیرو خواهیم داشت.